دیدار مقام رهبری ولایت پنجشیر از مردم ولسوالی بازارک. از یک طرف فشار دریاست، آب استاده میشه، زمین زراعتی ما به کلی از بین رفته. در اون جایهایی که زمینهای شما یا در سرک رفته و یا در پیاده رو رفته یا طبعا مجاهدین مردمی نیستن که کل از او ملا باشه، کلو قاری باشه، شاگرد مدرسه باشه. ما به خاطر از این آمدیم که از شما بشنویم. کلینیک امکانات بالایی نداره، همون امکانات ابتدایی است. بخش پنجشیر امبولانس ما فعال شده، شمارهش انشاءالله که در دسترس شما قرار خواهد گرفت. از اونها خواست که پروژه های انکشافی را برای ولایت پنجشیر برای ما بدهند. دیدار مقام رهبری ولایت پنجشیر از مردم ولسوالی بازارک. به سلسله سفرهای مقام رهبری ولایت پنجشیر به تمامی ولسوالی های این ولایت، این بار حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر و سایر مقامات رهبری و رؤسای این ولایت به ولسوالی بازارک رفته و از نزدیک با مردم دیدارهای داشت و مشکلات آنان را از نزدیک شنیده و هدایت لازم را جهت حل آنها ارائه کرد. این مجلس به خاطر از این مسئله برگزار شده بسیار نیک است که به سخنان هر فرد از افراد از این مجلس که آمد انشاءالله گوش داده شود، هر کدام شاید چیزایی را بگویه برای والی صاحب محترم، برای قماندان صاحب امنیه، برای هر کدام مسئولین که هیچ کس دیگه از همنشینایشان برشان شاید نگفته باشه. چرا گاهی بعض وقایع رخ میده در اجتماع که هیچ کسی از او بزرگا به آسانی خبر نمیشه. اگر کسای دیگه هم بازور خبر شوه پتش میکنند و برای کسی او را نمیگن. ما به خاطر از این آمدیم که از شما بشنویم، صدای شما را بشنویم، مشکلات شما را بشنویم و تا وسطوانی که حکومت محلی امکانات داره او را انشاءالله در اختیار شما میگذاره و اگر از وسطوانی نظام محلی و مشکلات بلند بود و به رهبری امارت اسلامی مشکلات شما را گرفته با اونها شریک می سازد. جناب امیرالمومنین صاحب استثناء به ولایت پنجشیر توجه داره و به ولایت پنجشیر تسهیلات اعطا کرده و اعطا میکنه و همه وزرا امی بزرگایی که با ما به پیش جناب مولوی صاحب عبدالکبیر رفته بودن، اونو پیشنهادهایی که بزرگا کرده بودن در اونجا به سطح ولایت و پیشنهادات همگیش احکام شده، به وزارتهای مربوطیش راجع شده. یک هفته پیش برای ما امو خلاصی یک مکتوبش روان کردن که شما در وزارتهای مربوطه ای را تعقیب بکنین. هم ولسوال و هر یک رئیسان ما خدمت خلق دارند و چون مخلصین. ملتم هست و به دار و داند همه قدر هر یک مجاهد به حزم نوین. قدر هر یک مجاهد به حزم نوین. خدمت ملت و خدمت سرزمین. آفرین 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 آفرین. تقریبا یک 4 یا 5 سوال که جناب مولوی صاحب محترم عبدالکبیر از طرف اقوام بازارک زمین دیگه سوال کردن یا شکایت داشتن. یکی از کوه منجور بود که درختای بادام توسط مجاهدین قطع شده. دومش مسئله آب پایپ مجاهدین بوده که تقریبا به زیاده روی از مردم نوبت مراعات نمیکنن و آب از مردم تقریبا به شکل زورگیری واره زیافتر مصرف میکنن که به مردم کم رسی میکنن. سوم قسمت آستانه و سنگنه که قطع درختها صورت گرفته او موضوع بوده. چهارم مجاهدین آب جوی را در زمستان روانه میکنن در منطقه رحمان خیل و ملاخیل و قریه دیگه یک است دیگه. اینمی 4 چی بوده؟ اعتراض بود دیگه. باز هم ما در خدمت شما هستیم.
کدام جایی که جنگلات شما را قطع میکنن، به آب آشامیدنی شما ضرر میرسونن. طبعا مجاهدین مردمی نیستن که کلگی از او ملا باشه، کلو قاری باشه، شاگرد مدرسه باشه و به زبان شما بفهمه و به مشکل شما تو خبر داشته باشه. فکر شاید کرده باشن که دیگه این جنگل صاحب نداشته باشه. اینجا دو اداره دیگه هم است، اداره محیط زیست است، زراعت است. باز اگر به اونا توجه کرده نتونستن، جلوگیری کرده نتونستن، کمیسیون 100% بازخواست میکنه. از یک طرف فشار دریاست، آب استاده میشه، زمین زراعتی ما به کلی از بین رفته. ما حاکم هیچ چیزی در این وطن نیستیم. از طرف دیگه فشار سرک است که یکی میگه پیاده رو جور کو، یکی میگه 4 متر زمینت بته. سرک که راه حقیقی مردم بوره با تعمیر بدل کردن، با خانه‌های شخصی بدل کردن. زمین ما فقیرها رو به سرک آوردن حکومت‌های وقت. فعلا ما مثل قفل آب دریا به سر آب دریا روان هستیم. ابتدا و انتهای ما مردم معلوم نیست. در اون جایهایی که زمین‌های شما یا در سرک رفته و یا در پیاده‌رو رفته یا پلان شهری سرشان تطبیق می شود، انشاءالله ما حاضر هستیم که شما بیاین عرایض خدا بیاریم که در کجا و کی زمین‌های شما را زیر تصرف گرفته. اگر نظام گرفته باشه بدیلش برای شما میتن و اگر شخص گرفته باشه انشاءالله از پیششان به هر قسمی که باشه از پیششان از دستشان خلاص میکنیم، به اختیار شما میگذاریم زمین کنن. کلینیک امکانات بالایی نداره، همون امکانات ابتدایی است. متاسفانه که از طرف شب اینجا خدمات ارائه نمیشه. و همچنان ما در قریه که زندگی میکنیم یک پل موتروی داریم که پل موتروی ما کیبلی است که متاسفانه موترهای کلان از اینجا آمده نمیتونه. چند وقت پیش اگر شما شاهد باشین در قریه ما یک آتش سوزی صورت گرفت. آتش سوزی اونجا همین اطفائیه نتونست در اونجا برسد. از طرف شب نوکری والی ما صرف در شفاخانه‌های دیج و CHC می باشه که شفاخانه ولسوالی و شفاخانه اساسی می باشه، مرکز سی اساسی که ما در سطح ولایت پنجشیر 2 مرکز سی اساسی داریم که نوکری والی شبانه دارن که در صفحه چیر است و 4 مغزک و شفاخانه رخت. دیگه شفاخانه و مراکز سی ما متاسفانه نوکری شبانه از طرف وزارت این امکانات برایشان است که نوکری والی اجرا بکنن. ولی خوشبختانه بخش پنجشیر امبولانس ما فعال شده است. شماره‌اش انشاءالله که در دسترس شما قرار خواهد گرفت. هر برادر ما در هر نقطه پنجشیر که مشکل مریضی برایشان پیش میشه پیدا میشه با شماره به تماس شوند. نوکری والی 24 ساعته دارن، مرکزشان در دشتک است. انشاءالله به خدمت شما میرسن، مریض شما را به اسرع وقت انشاءالله انتقال خواهد دادن. در هفته جاری که ما شما قرار داریم 1-2 روز پیش مؤسسات بین المللی که دونرای درجه یکشان به ولایت پنجشیر اونها ما دعوت کرده بودیم و از اونها خواست که پروژه های انکشافی را برای ولایت پنجشیر برای ما بدهند. الحمدلله مجلس بسیار مثبتی داشتیم و همه مشکلات و همه پروپوزل ها و همه نقشه هایی که ما داشتیم به خاطر انکشاف ولایت پنجشیر که اکثریت دیوارهای استنادی بود در 4 اطراف دریای پنجشیر و از همه ولسوالی ها و از همه قریه و قصبجات ما مشکلات ولایت را جمع کرده بودیم، در حضور اونها او را قرار دادیم. این سفر آقای حکیم به بازارک به منظور حل مشکلات مردمی بوده و در هفته‌های قبلی نیز به ولسوالی‌های هفتگانه این ولایت سفر کرده و طی تجمعات مردمی مشکلات مردم را از نزدیک شنیده و به حل آن پرداخته است.